آقایون سلام، من میخوام آموزش کاشته براتون بگیرم. دایره رو میبینید شما؟ ما اینو میاریمش اینجا، یعنی وقتی این پایین مینویسه، یعنی خودتون بخونید. حالا ما اینو میاریمش اینجا. وقتی میاریمش اینجا باید بیاریم نزدیک دروازه. شاید بخواد بگید اینجا میزنی، که نه، ما اینجا نمیزنیم، در اصل این ور میزنیم، چون که خط کج. من الان شروع میکنم. حالا این گرفتش. حالا ببینید وقتی دیوار دفاعی مثلا میبینید اینجاش خالیه، بعد زمینی بزنید. زمینی چجوریه؟ این دایره رو میبینید، بعد اینطوری کنید، نباید دایره کج بشه. اینو میزنی. یک کم هوای زدم، اشکال نداره. حالا نکنید اینجا دوباره میریم اصل مطلب، چون دیوار دفاعیش خیلی بزرگه، باید دوباره زمینی بزنیم. ما اینو میزنیم. دیدی که حالا گرفت دروازه، سگ شانس. حالا ما اینو میاریمش اینجا، یعنی که ما میخوایم بزنیم در اصل اینجا، نه اینجا، اینجا. خب حالا ما شوتو اینجا میزنیم. فدریکو هم میزنه. دیدید وقتی دیوار دفاعی کم بزرگی، حالا این شانسی بود، اما فهمیدید که چی شد. البته من خب زیاد نگه نداشتم، من زیاد نگهش دارم، الان خوب زدم تو گلش. به همین راحتی هم زدم تو گلش، خودتون دیدید. حالا اینو نباید خیلی بیاریم بالا، چون خیلی بیاریم بالا احتمال اینکه زمینی بخواد بشه بالا. اینو باید بیاریمش ما اینجا. یک کمی من پر نکردم، احتمال داره که خراب بشه، که خراب شد. حالا وقتی ما دوباره میریم سر اصل مطلب، یعنی زمینی زدن، ما میایم و اینو قشنگ دایره رو ببینید. من این سفر کش کنم، ببینید خطو نکنید. ما باید بیاریم قشنگ وسطه کم باش فرج گوجه میکنیم، بعد خط صاف باشه. من الان شوتو میزنم. دیدید وقتی وقتی کجه خودتون، من گفتم باید ورجوجه باش کنید وقتی میخواید زمینی بزنید، که خط کج نشه، چون که این همین اتفاق براتون میفته. حالا این دیوار دفاعیش اینطوریه، باید بزنیم این گوشش، باید کم پر کنیم، که من حالا زیاد پر کردم، من عادتمه. خب اینو میایم اینطوری میزنیم. الان بدید نکنید من اینو میزنم که خط کج میشه دیگه، میره اینجا، نمیاد اینجا، میاد اینجا. خب ما میایم اینجا شوتو میزنیم. دیدید دروازه‌بان گرفت، اگرم نمیگرفت میزد بیرون. حالا ما اینجا میریم سر اصل مطلب، ما شوتو میزنیم. دیدید که به همین راحتی، البته زنم سیرک، ولی خب خوب نگه نداشتم. اگه شما خوب نگه دارید اینطوری میشه. حالا فهمیدید که این خط کج باشه میره اینور، بعد دایره هم باید اینقدر دقیقاً اینجا باشه تا بخواد کات بدید. اینطوری خیلی راحت‌تر میشه. نگاه کنید شما ضربه رو میزنیم و گل. چقدر راحت هم ضربه رو میزنیم. ما اینجا میایم یک ضربه، دیدیم که حالا خورد به تیرک و حالا میتونیم الان دوباره هم امتحان کنیم. خب اینجا فهمیدی که چی شد؟ اینجا و اینجا و اینجا شد اصل مطلب. البته که وقتی دیوار دفاعیش کوچولو هست. خب وقتی دیواریاش یعنی مثل بازی واقعیه، باید این سمت و این سمت رو با هم مشاهده کنیم. اگه دروازه‌بان این وره این ور، حالا خودش میزنه هوا، نه طول میدم، ولش کنیم. الان که دروازه‌بان این وره باید بزنیم این ور. وقتی هم دیوار دفاعیا زیرشون خالیه باید بزنیم زمین. نکن حالا این خالی نیست، حالا براتون مثال میزنم.
الان که ضربه رو میزنیم الان میره تو گل. به همین راحتی. یک بار دیگه میریم با هم امتحان کنیم. یک کمی احتمال داره بره بالا که نه. یک گل قشنگ رو میتونی با هم بزنیم. خب ببینید این دیوار دفاعیش اینطوریه. الان یک کمی برامون سخت میشه. البته که تو بازی واقعی اینطوری نیست. ما میایم و خط الان صافه به نظرتون؟ چون اینطوریه یک کم میزنیم اینورتر. نگه میداریم. دیدیم که خط کج بود. پس بعد دقت کنیم. خب الان دیوار دفاعیش رو که دیدید. مثال مد شد. پایینش خالیه. الان باید چیکار کنیم؟ اصلا نباید نگه داریم و خیلی میبریم بالا. نگاه کنید. حالا گل نشد. وقتی میخواید اینطوری بزنید خیلی باید دقیق بزنید. شانسیه وقتی میخواید زمینی بزنید. خب الان ما باید اینو هوایی بزنیم. اینو ما اینجا نگه میداریم. شوتو میزنیم و گل نشد. حالا بالاخره شانس دیگه. خب الان دروازه‌بان اینور. پس یعنی ما باید اینو بذاریمش اینجا. میایم اینجا شوتو میزنیم یک کمی اینورتر. خورد به دیوار دفاعی. بعد زیاد نگهش می‌داشتم. حالا وقتی دروازه‌بان اینوره ما باید چیکار کنیم؟ باید اینو بیاریمش اینجا. بعد نزدیک دست آقای دروازه‌بان کنیم و همینطور دست دیوار دفاعی. خب حالا ما میزنیم. شوتمون رو میزنیم. بازم خورد. اشکال نداره. خب حالا وقتی میبینید دروازه‌بان دیوار دفاعیش رو میبینید هی فکر میکنه مثلا اون ور میزنید این ور میزنید. ما میایم زمینی میزنیم. بزنید من خط صافه آیا. خب ما اینجا میزنیم ضربمونو. خیلی هم خوب. چه نه کج بود. باید خیلی حواستون باشه وقتی میخواید زمینی بزنید. الان ما میایم اینجا این شوتر رو میزنیم. کج بود. وقتی ببینید من الان خط کج بذارید براتون درست کنم. این خط کج دیگه. اینطوری نگهش میداریم. نکن اصلا اینطوری شد. باید من یه بار دیگه براتون مثال بزنم. این الان خط کج دیگه. اینطوری میشه وقتی خط کجه. رفت آسمان هشتم. اینطوری میشه. بعد خط رو صاف نگه دارید. این اولین چیز. حالا بعد اینو اینطوری نگهش داریم. شوتو باید بزنیم. فکر کنم بخوره به دیوار دفاعیش. بله. اینجا میایم ما. اینجا نگه میداریم. نزدیک دست دروازه‌بان و دست دیوار دفاعی اول. حالا بالاخره که دروازه‌بانشون قدیره. یعنی ما الان مثلا با PSG بخوایم بازی کنیم کاشته بزنیم دوناروما خب معلومه میگیره. دروازه‌بان خیلی خوبیه. اما تیبو کورتوا شاید نخواد بگیره. ارالیا و تیرک. هم می‌خواستم بگم و گل که نه. ببینید الان ما یک خط صاف رو درست میکنیم با هم. این خط الان صافه دیگه. اینجاشو میبینید شاید برخورد کنه به اینا. پس باید نگه داریم. نگه میداریم. ضربه رو میزنیم و بعد خورد به دستش. حالا شانسی بود. الان ما باید خیلی کاد بدیم. خیلی ما باید کاد بدیم. بعدم وقتی بخوایم زیاد هوایی بزنید دیوار دفاعیشون قدشون بلنده باید یک کم بریمش پایین‌تر. من همیشه میآوردمش اینجا دیگه. باید یکم بریمش پایین‌تر. و یکم چپ خودش زد بالای خدا. اشکال نداره. حالا فهمیدید که اینش خوبه که یاد گرفتید.
خب بعد الان زمینی بزنیم. هیچ وقت نمیتونم زمینی گل کنم، نمیدونم چرا. میخوره به دیوار دفاعی، میدونستم چون زیاد نگرفتم. خب میبینیم که اینطوریه. اما ما یک آموزش دیگه هم میذاریم برای زاویه بسته، مثلا کاشته از اینجاست، یک آموزش دیگه هم میذاریم که بخوایم گلش کنیم و گلش تونستم. خب حالا نزدیک دسته کی؟ دیوار دفاعی دوم یا دیوار دفاعی اول یا دروازه با. حالا میخواستم بزنم، این هی میزنه هوا. آها دیوار دفاعی هاشون بلندن، باید چیکار کنیم؟ باید کم اینو بیاریم چی بالاتر، یعنی میشه گفت پایینتر. بعدش ما شوتو میزنیم. وقتی خطش بلندتره اینطوری میشه، یعنی بهتر میشه متاسفانه. خب اینم همینطوریه. این میره هوا، من مطمئنم این میره هوا، میدونستم چون خیلی نگرش داشتم. حالا دیوار دفاعیشون اینطوری هم باید چیکار کردیم؟ اینو میاریم اینجوری، بعد ضربه رو میزنیم، بعد دکمه چیز و تیرک. بعد این بالا امتیاز میده و مثلا میتونید تمرین کنید. حالا من بهتون میگم بعد کجا هم میتونید تمرین کنید. ما اگه میخواید تمرین کنید باید بیایید تو گزینه این گزینه‌ای که من الان روش هستم، انگلیسی به چوخ رفته باشید، این گزینه‌ای که هست بعد بیاید اینجا، بعد اینو میزنید اسکیل گیم، نمیدونم، بعد اینو بزنید. یعنی میشه گفت پایینه کلا وقتی تو اینجا میایید. بله اینم شد آموزش کاشته در افسی و خداحافظ.